هیچ یک کتاب خوبی که پیشکی ساختار و رمزهای آن فکر کرده شده باشند نوشته نشده است. من کوشش کردم که پیرمرد حقیقی، پسر بچه واقعی، بحر واقعی، ماهی واقعی و نهنگهای واقعی آفرم. اما اگر من آنها را به قدر کافی خوب و حقیقی تصویر کرده باشم، آنها می توانند معنای زیادتری داشته باشند. نویسنده امریکایی ارنست همینگوی یکی از نویسندگان ممتاز جهان می باشد که بعد از به نشر رسیدن پوست آخرینش پیرمرد و بحر معروفیت دوچند پیدا نموده خوانندگان و محققان اثرهایش را مجبور نمود که بار دیگر تمام اثرهای نویسنده را بازبینی کنند. پوست مذکور در جزیره‌های بگم نوشته شده مرتبه اول سال 1952 چاپ گردیده است. آن درباره روزگاری سخت پیرمرد سانتیاگو ماهیگیر کوبگی، درباره مبارزه او در بحر کشال با ماهی عظیم که طعمه بزرگترین حیاتی او شده است نقل می‌کند. در طول 84 روز صیاد کهنسال کوبا سانتیاگو به بحر می‌براید و هیچ چیز را صید کردن نمی‌تواند. بنابراین آدمان او را سلاع یعنی بدبخت‌ترین و بی‌برارترین می‌شمارند و تنها دوست خرد او پسر بچه منولین با او کمک میکند، گرچنده که پدرش او را با سانتیاگوی پیر ماهیداری کردن را منع کرده میگوید که با صیادان خوشبخت و باقرار به بحر رود. پسر بچه اکثر وقت به کلبه پیرمرد تشریف میآورد، با او در بردن افزار ماهیداری، پختن خوراک کمک میکند و آنها اکثر وقت درباره بیسبال امریکایی و بازیگر دوست داشتهشان جادی ماتژیو صحبت میکنند. سانتیاگو با منولین میگوید که روز دیگر او به سوی گلف استریم منطقه شمالی کوبا به گلوگاه فلوریدا خواهد رفت، با باوری که من بعد بدبختی و بی‌براری های او به پایان میرسند. در روز 85 پیرمرد چون عادت با زورق بادبانی خود به سوی گلف استریم میرود، شست را میپرتاید و هنگام نصف روزه خوشبختی نهایت به مرد کهنسال نیز تبسم میکند. ماهی با درازی تقریباً 5.5 متر به شستش میافتد. پیرمرد افسوس میخورد که در نزد او دوست خردش منولین نیست، زیرا تنها تاب آوردن در نبرد با چنین ماهی بزرگ برایش آسان نبود. ولی با وجود تمام دشواری ها و آنی که روز به روز در بحر کشاد نهنگ ها به سراغ صید مجروحش می آمدند، او به تقدیرش تن نمی دهد و تمام قوتش را جمع نموده ماهی بزرگ را رها شدن نمی گذارد. همین طور نهایت پیرمرد به ساحل کلبه‌اش با موفقیتانه برمی گردد. باید گفت که اثر مرتبه اول در مجله لایف 1 سپتامبر سال 1952 در حجم 5 میلیون نسخه نشر شده در ظرف 2 روز به فروش می رود. پوست پیرمرد و بحر خود همان سال بهترین کتاب نماد کلاسیک دانسته شده برای خط 100 کتاب خواندنی جهان وارد گردید. در ماه می سال 1953 ارنست همینگوی برای اثرش جایزه پولیتزر و در سال 1954 جایزه نوبل را در ساحه ادبیات به دست آورد. همین طور می توان گفت که موفقیت پیرمرد و بحر همینگوی را مشهور عالم گرداند. پوست پیرمرد و بحر اعتبار ادبی همینگوی را میان خوانندگان اثرهایش برقرار نمود. طوری که خودی همینگوی قید کرده بود، ایده اثر در طول سالها در فکرش به حیث یک رمان درباره مناسبت مادر و پسر به کمال رسیده بود، اما بعداً در یک مدت کوتاه و تغییرات در سوژه اثری بی‌نظیر پیرمرد و بحر ایجاد شد. باید قید نمود که از روی اثر مذکور بارها و با عنوان‌های گوناگون چندین فیلم ها به نوار گرفته شده است که معروفیت اثر مذکور را باز هم میان مخلصانش بیشتر نمود. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که اثر مذکور سال 2014 از طرف ترجمان محمد سلیم عزیزمرادوف به زبان تاجیکی ترجمه شده است و شما می‌توانید اثر مذکور را از دلخواه کتابخانه‌های جمهوری با ترجمه زبان تاجیکی دسترس نمایید.